اعلان ارزانی در جشن دو سالگی اشن هیپرمارکت فرانسوی در دوشنبه روز 23 ایون صدها ساکنی پایتخت را پشت دروازه این فروشگاه بزرگ گرد آورد. ساکنان گفتند که آنها را با نوبت به داخل مغازه راه دادند. یکی از آنها در حالی که انتظار ورود به داخل فروشگاه بود گفت: اینجا میگن که همین دو درجه عکسش نگرد. همه چی الان ما هم خریج اومدیم ایستادیم. در مثلا عکسی ما به یه درسته همه چی می‌خواد؟ چرا خرید؟ صابون دستم، پشتوار دستم، بتونتیک دستم، مکرون دستم، یogurt دستم، همه چی پروداکت همه چی. کارتوشکه خلق 50 دیرم. یکی از مسئولان اشن در دوشنبه روز 23 ایون بر رادیو آزادی گفت از بس که آدم زیاد جمع آمده بود نمیتوانستند همه را در یک وقت به داخل راه دهند. فروشگاه بزرگ اشن ماه ایون سال 2016 به کار سر کرد. مقامات تاجیکستان گفتند که برای بنیاد فروشگاه در مجموع 13 میلیون دلار صرف شده است.